دهید. حالا برویم به استودیوی کاکتوس گرام به همراه شویم با مسکا صافی. مسکا، سلام و وقت بخیر مختار، خوش آمدید به کاکتوس گرام. در ادامه تازه ترین تحولات منطقه و جهان، خبرهای مهم از افغانستان، تنش‌های ایران و اسرائیل و رویدادهای ترافیکی را با خود داریم. با توجه. هشدار امنیتی چین به شهروندانش در اسرائیل. سفارت چین در اسرائیل با صدور هشدار امنیتی از شهروندان خود خواسته تحولات جاری را به دقت دنبال کنند. در حالی که فرودگاه مرکزی بسته شده، 3 گذرگاه زمینی میان اسرائیل و اردن همچنان باز است. بازداشت 3 تن به اتهام قطع درختان در پکتیکا. قماندانی امنیه پکتیکا اعلام کرده که 3 نفر به اتهام قطع درختان در ولسوالی 4 باره این ولایت بازداشت شده‌اند. افراد بازداشت شده به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شدند. اختلال در واردات تیل به پاکستان پس از حملات اسرائیل به ایران. یک شهروند افغان در کویته میگوید حملات اخیر اسرائیل به ایران باعث اختلال در واردات تیل از ایران به پاکستان شده است. برخی تانک تیل ها در بلوچستان با کمبود سوخت روبرو شدند. انتقال دانشجویان هندی از مناطق ناامن ایران. وزارت خارجه هند اعلام کرده که دیپلمات‌های این کشور در حال کمک به انتقال دانشجویان هندی به مناطق امن در ایران هستند. سفارت هند در تهران وضعیت امنیتی را به صورت مستمر زیر نظر دارد. اخبار از رویدادهای ترافیکی در افغانستان. 3 کشته و 11 زخمی در 2 رویداد ترافیکی در غزنی. در 2 رویداد ترافیکی جداگانه در ولسوالی‌های گیلان و آبند ولایت غزنی 3 تن جان باخته و 11 نفر زخمی شدند. علت حادثه برخورد چندین واسطه در شاهراه کابل قندهار گزارش شده است. در اخیر باز هم رویدادهای ترافیکی. افزایش رویدادهای ترافیکی در پنجشیر، 2 کشته و 14 زخمی. مقام‌های امنیتی پنجشیر میگویند از عید قربان تا کنون 11 رویداد ترافیکی در این ولایت رخ داده است. 2 نفر جان باخته و 14 تن زخمی شده اند. علت حوادث سرعت زیاد و مشکلات جاده‌ای اعلام شده است. با سپاس از توجهتان، این موضوعات مهم امروز بود که با شما شریک ساختیم. باز هم با شما خواهم بود. بله مختار. بسیار خوب، سپاسگزار هستم از تو مسکا صافی، همکارمان در استودیو